سلام علیکم دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خیلی خوب و خفنی داشته باشین. بچه‌ها خیلی دلم براتون تنگ شده بود، خیلی دوستتون دارم، واقعا دلم براتون تنگ شده بود. بچه‌ها این رفیق منم باهاش رفتیم بازی کردیم، گفته چجوری اصلا این امکان نداره ما سرور 2 افتادیم. گفتم مشتی چیکار به سرور داری؟ بازی تو کن. والا به خدا من میرم تو بازی اصلا به سرور نگم، فقط بازی میکنم. بعد بچه‌ها خیلی واقعا چند وقتی بود ویدیو نذاشته بودم. سیزن جدید کال آف داره شروع میشه، سیزن 7 و یکی از خفن ترین همکاری ها هستش ترمیناتور همکاری داره کال آف دیوتی موبایل و واقعا به نظرم خیلی سیزن خفنی میشه و واقعا این سیزن رو دوست دارم، خیلی دوستش دارم. بچه ها قراره یه اسکین روز بیاد، روز سفید و طلایی، تقریبا رنگ‌های طلایی داره، کلش هم سفیده. به نظر خودم روزه رو خیلی زشت درست کردن، شبیه افغانی‌ها درستش کردن. واقعا من دوست ندارم اینو، ولی حالا هر کی دوست داره تو کامنت ها بگه. بچه‌ها این ویدیو یه جایزه داره. جایزه‌اش اینه که شما باید ساب کنین، زنگوله رو فعال کنین و لایک کنین، یه کامنت بذارین برا من. اسم کامنت هم ندین، یه دونه کامنت کافیه. من از بین کامنت ها تقریبا یه فرداش اعلام میکنم، توی یه شورت ویدیو اعلام میکنم و میگم بهم کجا پیام بده که برای جایزت رو واریز کنم پولشو. 80 تا سی پیه که کامنت بذاری به تعلق میگیره. این دهن سرویس اینجا گانم رو دزدید واقعا. بچه ها امروز اومدم یه سری توضیح راجع به سیزن جدید کال آف بدم، بتل پسای برگشتی که فعلا هنوز معلوم نشده، حالا معلوم بشه بهتون میگم. بچه ها سی پی رایگان قراره بیاد، سامرسل قراره برگرده. توی ویدیو بهتون توضیح دادم که کلا چی کارو باید کنیم برای سی پی و واقعا هیجان زدم برای این سیزن، چون که یه اچس لجند جدید، دومین اچسی که اپیک نیست و لجنده. واقعا نمیدونم چرا اکتیویژن قبل اچس کم لطفی کرده، واقعا نمیدونم والا. یه اچس خفنه که توی گردونه همکاری ترمیناتور قرار بیاد، توی سیزن جدیدش قرار بیاد. خیلی خفنه، دست رباته بچه‌ها، من خودم دیدمش پشمام ریخت. حالا نقد و بررسی گردونش هم داریم بچه‌ها، احتمالاً پنجشنبه آپدیت بیاد و دوشنبه حالا آپدیتش رو انجام بده، پنجشنبه دیگه آپدیت رسمی میاد دیگه، دوشنبه سه شنبه معمولا آپدیتش انجام میشه. بچه‌ها یه اسکین رباتی خفن رایگان قرار بیاد، حالا هنوز فعلا نمیدونم چیه، بیاد براتون عکسش و ایناشو براتون میذارم و واقعا خفنه، واقعا خفنه. 2 تا گردنه همکاری قرار بیاد برای ترمیناتور، یکیش بی 50 لجند داره، یکیش اساس لجند. بچه‌ها من خودم از بی 50 خوشم نیومد، عکسشو که دیدم، حالا براتون عکسشو اینجا میذارم، عکس اچ اس هم براتون اینجا میذارم. و واقعا از بی 50 خوشم نیومد، از اچسش خیلی خوشم اومد و واقعا دوست دارم اچسشو. بچه یکی از خفن ترین اینجا این کیلمو دزدید بیشرف. یکی از خفن ترین گردونه های بازی کال آف قرار برگرده، اودن متیک بچه‌ها قرار برگرده. واقعا این گانو دوست دارم و دیل زیلات و کیوکیونای لژندری ملت داون قرارن توی گردونه با هم دیگه برگردن. ارزش خرید گردونهش به نظر خودم راحت مثلا 10 از 10. خیلی گردونه خوبیه. دیل زیلات با کیوکیونای ملت داون. البته وقتی که مثلا کیوکیوناین لجندای بهتری هست، میتونید مثلا کیوکیوناین ملت داون رو نگیرین. حالا اگه شما کیوکیوناین لجند ندارین میتونین بگیرینش اگه دوستش داشته باشین، ولی به نظر خودم فقط دیل زیلات رو بگیرین. یعنی واقعا کیوکیوناین ملت داون اونجوری گانی نیست که بخوایم براش خیلی هزینه کنین. دیل زیلات رو گرفتی بیا بیرون از گردونش، از ارزش خریدش به خاطر دیل زیلات خیلی میره بالاتر. کیوکیوناین ملت داون گان خوبیه، ولی حالا خیلی کیوکیوناین لجندای بهتری هستن، مثلا همین کیوکیوناین کارمن که توی همکاری پرسونا اومده بود خیلی خفن تره. بچه ها من یه حالا نصیحتی بهتون کنم، هیچ وقت خب
یکی از کامنت ها رو من خونده بودم کلاهبرداری تو اینا هیچ وقت بقیه رو زود قضاوت نکنین بچه‌ها. واقعا میگم. من واقعا تا الان چند تا ویدیو گذاشتم، فکر کنم 5 تا 6 تا ویدیو گذاشتم و واقعا به 2 نفر تا الان سی پی رایگان دادم. واقعا 2 نفر سی پی رایگان 80 تاشون رو دادم. نه اینکه رفتم تو اکانتشون بنشون کرده باشم یا اکانتشون دزدیده باشم، نه. حالا اون 2 نفر اگه ویدیومو میبینن کامنت بزنین آقا، بگین دیدم و واقعی بودش عزیزم. من براتون پولشو واریز میکنم، نه اینکه مثلا بخواد مثلا اینجوری باشه. براتون میدم دیگه. حالا سی پی او اینجوری. بچه‌ها بریم خلاصه راجع به اینکه روزتون چطوری بود بگیم. من روزم به شدت تخمی بود. ای خدا. یکم گیم پلی ببینیم. این روز تخمی رو فراموش کنیم. میگم اینجا میرم اونجا 2 تا بات. بچه‌ها واقعا خدا وکیلی کالا پلیر رو به 2 دسته تقسیم میشن. دسته اول پینگمو نگاه کنم، پینگم عالیه ولی ریجستر تیرم یه کوچولو بده. به 2 دسته کالا پلیر تقسیم میشن. من نمیدونم چرا انقدر چرت و پرت دارم میگم. به 2 دسته تقسیم میشن کالا پلیرها. دسته اول کسایی که دوست دارن چیزو گیریمندینگ رو دوست دارن و دسته دوم کسایی که گیریمندینگ دوست ندارن، میگن گان بهتری از گیریمندینگ هستش، چرا ما بریم گیریمندینگ بگیریم. خب شما دوست کدوم دسته این؟ من خودم جزو دسته وسطم، یعنی نه گیریمندینگ رو دوست دارم نه ازش بدم میاد. یعنی روزایی باشه بچه این بدبخت رو من حالا جلوتر میبینیم، بدبخت رو انقدر اذیتش کردم دهنش رو صاف کردم. خیلی حال داد خدا وکیلی این بیچاره. هی میومد هی میزدمش، هی میومد هی میزدمش. گناه داشت. اینجا یه کوچولو دمیج هم کرده ولی داداشتون این کار است، با یه تیر میندازمش. ریجسترم بد بود، گفتم دیگه بیشتر از این ریسک نکنم، تایم خودم هدر ندم. اینجام صدا پا داشتم، حس کردم یاراش دارم میان درم بذارم، برام این زدمش. این ریجستر رو خدا وکیلی پینگو شما نگاه کنید، اصلا پینگ عالی، به شدت عالی، پینگ به شدت. بچه‌ها دیگه چه خبره؟ راستی بچه‌ها حالا نمیدونم حالا کی برمیگرده گردونه گیریمندینگ ولی گردونه گیریمندینگ که 117 گیریمندینگ قراره برگرده. به نظر خودم ارزش خریدش 10 از 10 و واقعا یه گان متیک خوبیه که ارزش اکانتتون میاره بالاتر. یعنی شما مثلا گیریمندینگ داشته باشین تو اکانتتون خیلی ارزشش میبره بالاتر تا گان متیکای دیگه. ولی به نظر خودم من خودم یو اس اس 9 رو مثلا هم اندازه گیریمندینگ، این بدبخت رو من گیر آوردم. اینجا استعدامو گذاشتم رو آل، گفتم داداش نیا دیگه، خیلی زدم. ولی بهم گفتش که یادم رفت چی گفتش. بهم گفتش که مشتی من انقدر میام تا بزنم، حالا جلوترم میریم میزنیمش، یاراش مفبرم میکنن. و واقعا بچه‌ها شما چنل رو لایک کنین، ساب کنین، خیلی بهم کمک میکنه و بهم انرژی میده که براتون ویدیوهای بیشتری بذارم و سر حال تر شم. حالا لایک هم نکردین یا ساب هم نکردین اب نداره، همین که حالا ویدیو رو میبینین خیلی برای من ارزش بالایی داره. دوستتون دارم بچه، واقعا خیلی دلم براتون تنگ شده بود. صدام گرفته بود این چند وقت، نمیتونستم ویدیو براتون بذارم و هفته قبلش هم سرما خورده بودم. آخرش هم آرژانتین باخت و اسپانیای یامال دور شکسته قهرمان شد و واقعا بچه دلم براتون خیلی تنگ شده بود. واقعا خیلی دلم براتون تنگ شده بود. نمیدونم چی بگم دیگه. یکم با هم دیگه حرف بزنیم. اوضاعتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ و امیدوارم روز خیلی خوبی رو داشته باشین. یه ویدیوی دیگه هم تقریبا 1 ساعت یه نیم ساعت دیگه آپلود میکنم. امیدوارم خوشتون بیاد از این ویدیو و رسما تایید شد که چقدر سی پی رایگان قراره بیاد. فکر کنم نزدیک 5K سی پی رایگان بیاد. یه گردونه متیک رو میتونیم فول کنیم. 5810 تا میخواد متیک اگر ریجنرت هند باشه. یه 810 تایی هم بزنین
یه کارتون راه میفته دیگه، میتونین راحت دیگه. نه بچه اینجا اچ پی مو نگاه کن چه قشنگه. این همین اسمش چی بود؟ حشری بود؟ چی بود؟ حکیمی بود؟ چی بود؟ این خیلی دمیجم کرد. بعد من رفتم از این ور ببینم کجاست، دیدم اون وره کثافت. یه دمیجم کرد، زدمش. این بارم زدمش، فینیشش دادم. چی اسمش نمیدونم. بعد این یار خوش تیپش منو زد. اینجا یارم مونده بود و واقعا خیلی قشنگ بازی کرد رفیقم. خیلی خوشگل و قشنگ بازی کرد ولی رید. قشنگ بازی کرد ولی وین گرفتیم، ولی خدا وکیلی خیلی مغز بازیش ریده. رفیقم مغز بازی نداره اصلا. فکر کنم مغز نمیدونی چیه. خلاصه بچه‌ها اینو بهتون بگم، اینجا من مردم و رفیقم بهم گفت خاک بر سرت کنم، چقدر بد پلی میدی. من هیچی بهش نگفتم، اینجا دارم باش حرف میزنم قشنگ ساکت شده. حرف میزنم بهش چی گفتم؟ گفتم بچک ولش. نه خدا وکیلی آخه من چند تا کیل داره؟ 11 تا کیل داره، 20 تا کیل گرفتم آخه. خب اسکل بلشت اندازه چی بگم، اندازه هیچ جام هم نیستی، به هیچ جام حسابت نمی کنم. خلاصه بخوام بهتون بگم بچه خیلی دوستتون دارم واقعا. اینکه شما رو دارم خیلی برام ارزشمنده و بهم انرژی میدین. ویدیوی زیاد براتون میذارم قشنگ، همه توضیحات قراره بهتون بدم. الان شاید بگین که چرا راجع به سی پی رایگان حرف نمیزنی، چون که توی ویدیو بعدی میخوام راجع به سی پی رایگان بهتون کاملا توضیح بدم. حالا یه سری جزئیاتشو بهتون بگم. اولین چیزی که سامرسله که 1000 تا سی پی ازش میاد، این که از این. دومیشم یه ایونتیه که برای میخواستن گلوبال نیارنش و خواستن برای نسخه چینی بیارنش. اسم نسخه چینیشو یادم نیست چی بود. تو کامنت چی بود اسمش؟ چی بود؟ یادم نه. حالا هر چی بود خواستن برای اون نسخه بیارنش که آقا همین نسخه خودمون گلوبال. کلی توی توییتر و اینا اعتراض کردن، گفتن که چرا برای نسخه ما نمیارینش. بعد حالا کالاف گفتش که مهم نیست، برای این نسخه هم میارمش. بیاین برین عشق کنین برای خودتون. 3500 تا سی پی قراره بهمون بده. این که از این با 1000 تا هم سامرسل کات نکست البته قرار بیاد. اگه بیاد اونم تقریبا یه 5000 تا سی پی فکر کنم بشه دیگه. خلاصه بخوام بهتون بگم بچه‌ها عشق منین، خیلی دوستتون دارم. یه کامنت بذارین که دقیقاً فردا از بین کامنت ها یکیتون رو انتخاب میکنم و نفر اول میشین. خیلی دوستتون دارم، عشقید، واقعا دوستتون دارم. دلم هم براتون خیلی تنگ شده بود. بای بای.